بچه ها خیلی ازتون دوباره تو ویدیوی قبلی گفتید آسون بود. تو ویدیوی قبلی که گفتم نفستون نگه دارید گفتید آسون بود. بعد یک نفرتون هم زیر کامنت ها نوشته و با پیککس چوبی دفعه بعدی انجام بده. و ما الان اومدیم که این دفعه با پیککس چوبی انجام بدیم. ببینیم دیگه واقعا میتونید. فکر نکنم هیچ کدومتون بتونید. و حتی این بلاد ویس از دروغ میگه مثلا آسون بود ولی خودش اصلا انجام نداده. میدونید؟ آره دیگه. خب ما الان بریم انجام دادیم. بزن بریم بچه ها، بزن بریم ببینم. 3 2 1 نفستون رو بگیر. هیچکی نمیتونه. من حتی این ویدیو هم بذارم رو دورتون، کسی نمیتونه. این بلد ویس از دروغ میگه من مثلا آسون بود. هی میاد زیر من زیر کامنت ها پیام میذاره آسون بود. ببینم میتونید. بلد ویس دروغ بود. اسم خودش هم واقعا لو داد. اگه 50 تا ساب بگیریم ممکنه یا یه ویدیو بذارم. اگه بمیرم اسم خودم رو لو میدم. باشه؟ خدا نونه خشکی. بچه ها الان ما لایه دوم هیچکی نتونسته به نظرم تا الان. بذار یه لایهش رو براتون بکنم. این ویدیو اگه 50 تا لایک بگیره اسم خودم رو لو میدم. هیچکی تا الان به نظرم نفس خودش رو نتونسته نگه داره، چون خیلی شد تقریبا 1 دقیقه و 20 ثانیه. شناگرا ماهرم انقدر نمیتونن نفسشون رو نگه دارن. هر کی تونست لایک خوب بزن. کی تونست نفسش رو نگه داره؟ هر کی تونست لایک کنه و زیر کامنت